دریاب در میان تمام شاگردان فاکولته نقطه نیرنگی بود. قدی دراز، گردنی دراز، دستهای دراز، پاهای دراز و حتی دندانهای دراز نیز داشت. با این چیزهای دراز لاغر و استخوانی هم بود. بچه‌های لیلیه او را بابا لنگ دراز صدا می‌زدند. چه پشتش در عین جوانی تا حدی کوب شده بود و گردنش میان شانه‌هایش فرو رفته بود. دریاب همواره به خاطر چنین توهینی از تمام آنها دل‌آزرده بود و دوری می‌گزید. بعد از ظهرها همین که از درس به لیلیه برمیگشت بدون سلام و علیک با بچه‌ها دهلیز خوابگاه را با چند گامی دراز طی می‌کرد و خودش را به اتاق می‌رساند و در را از درون می‌بست. آنگاه به روی بسترش دراز می‌کشید و نفسی راحت سر می‌داد. ولی روزی هنوز دقایقی نیاسوده بود که تق تق دروازه بلند شد. دریاب اف کشید. خسته و افسرده از جایش برخاست و با بیمیلی در را باز کرد. سر و کله باقی یکی از بچه‌ها پیدا شد. دریاب پرسید: خیریت باشه، چی کار داری لالا؟ باقی جواب داد: هیچ، دعای سرت. دریاب پرسید: بعد از دعا چی میخوای لالا؟ باقی جواب داد: بعد از دعا شفای جانت. دریاب حوصله‌اش سر رفت و با خشونت این بار پرسید: کی گفته که من ناجور هستم؟ باقی با ریشخند جواب داد: رادیو گفته. دریاب داد زد: برو گم شو، گپی مفت نزن بر من. ولی باقی بی آن که خودش را ببازد با خون سردی دست به کمر روبروی دریاب ایستاد و با بوزخند گفت: اگه باور نداری من شاهد دارم، 3 جور شاهد عاقل و بالغ. دریاب باز هم جیغ زد و گفت: برو گم شو کدی همون شاهدایت. ولی باقی صدا زد: او بچه کجا هستین؟ بیاین شهادت بیتین نه؟ با صدای باقی از چند اتاق بچه‌ها با شتاب بیرون شدند و دوان دوان به سمت دریاب آمدند. باقی خطاب به آنها گفت که از قبل در جریان بودند گفت: او بچه‌ها امروز در رادیو چی گفت؟ بچه‌ها همه یک صدا گفتند: امروز در رادیو گفت که دریاب ناجور است. باقی باز پرسید: چه ناجوری؟ بچه‌ها یک صدا جواب دادند: پرخوری، چاقی، کته خرچی، اله خرچی، he 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 he. دریاب بی‌حوصله شد و سیلی آبداری به روی باقی زد و باقی با 1-2 مشت محکم دهن و دندان دریاب را خونین کرد و گفت: من پیشتر گفتم که تو ناجور هستی، مگم باور نکردی؟ دیدی ثابت شد؟ دندان درد نمیکنه؟ سر درد نمیکنه؟ آلی باور میکنی یا نه؟ دریاب به قصد حمله دوباره از جا برخاست، ولی سرش چرخید و باز نقش بر زمین شد. بچه‌ها از ترس مفتش خوابگاه در اتاقهایشان پنهان شدند و دریاب هم از بیم تاوبیخ آینده بچه‌ها به کسی شکایت نکرد و باز به خلوت خودش پناه برد. اتاق دور سرش میچرخید و گوشهایش بنگ بنگ میکرد. از سفیدگی لبش خون آوچزا میزد و دندانهایش به شدت درد میکرد. دریاب سر رویش را با دستمال چرکینش آهسته آهسته تربند کرد و به خواب رفت. پاسی از شب باز متوجه شد که صدای چیزی بلند است. به خود آمد. سرش را از بالش برداشت و حواسش را جمع کرد. کسی پشت در تق تق میزد. با صدای ضعیف و آمیخته به ناله پرسید: کی بود؟
جمیل یکی دیگر از بچه‌ها صدا زد. دریاب، دریاب، خاو شو. خوش و آرام خاو کو. دریاب چیزی نگفت. به روی بسترش لغزید و دشنام‌های رکیکی نثار جمیل کرد. از آن پس ساعت 12 شب باز هم آواز دروازه بلند شد و سالم صدا زد. دریاب، دریاب خان، چطور هستی؟ تو میفهمی که من دوستت دارم. مرا خو نبرد. آمدم که پرسانت کنم. تو تب که نکردی؟ دریاب جواب داد. تشکر، نی خوب هستم. و سالم از پشت در قط قط خندید و به سرعت دور شد. دیگر خواب از چشمهای دریاب پرید و تا صبح بیدار ماند. بالاخره سفیده شفاف صبح از پشت درختهای باغ بزرگ لیلیه وارد اتاق دریاب شد و آفتاب با روشنایی نارنجی رنگ خود وارد اتاق دریاب شد. دریاب از جا برخاست و رویش را در آینه رنگ و رو رفته‌ای دید. زردتر از روزهای دیگر بود. دور چشم چپش حلقه‌ای کبودی پیدا شده بود و لبش چنان پندیده بود که گویی شکرلب مادرزاد باشد. اشک در حدقه چشمانش پر شد و از بیخ چشم آسیب دیده اش قطرات زرد رنگی جاری شد و از نوک بینیش به روی فرش افتاد. دریاب با گوشه آستینش چشمهایش را پاک کرد و با احتیاط از در برآمد و به استقبال روز دیگری به بیرون قدم نهاد. همچنان 6 ماه تمام بر باب لنگ دراز گذشت و دریاب که لاغرتر شده بود درازتر به نظر می آمد و در برابر هر اهانتی ساکت می ماند و بچه ها گمان می بردند که دریاب بی غیرت شده و نان بیننگی می خورد. اما دریاب در غذا خوردنش نیز با دیگران فرق داشت. او به زعم خودش غم آینده را می خورد. چه از گذشته سیلی های سنگینی را خورده بود. او چاشت تا همین که دروازه اتاقش را از درون می بست 5-6 کچالو خرد و کلان را جوش می داد و خود دست زیر علاشه کنار منقل برقی می نشست و بی صبرانه به قرقر آب جوش گوش می داد. وقتی غذایش پخته می شد دریاب دسترخوان پلاستیکی را روی میز 4 کنجش می گسترد و با سلیقه خاصی بشقاب پتره‌ای و نمکدان و نان خشک و گیلاس آبش را می چید و نانش را با اشتها می خورد و این کار دایمش بود. از آغاز تحصیلش در فاکولته فقط کچالو، شلغم، زردک و پالک خورده بود و مبالغ ناچیزی را که گاه گاه پدرش میفرستاد برای روز مبادا نگه می داشت. تا روزی زمین بخرد، خانه بسازد، زن بگیرد و صاحب کودکان چاق و کلوله شود. در اخیر هر ماه اندوخته‌اش بیشتر می شد و بانک نوت‌ها با احتیاط زیادی در لابلای لباس‌های درون بکس آهنینش چیده می شد. اما در عوض دریاب لاغرتر می شد. رنگش زردتر می گردید و 2 جوراب درشی مستعملی که از سرای کهنه فروشی خریده بود هفته به هفته در جانش گشادتر و گشادتر می گردید. تا اینکه به حدی ضعیف و ناتوان شد که همه گمان می کردند او لباس دیگری را به تن کرده است. در رستوران فاکولته هرگز کسی دریاب را ندیده بود و نان خوردنش برای همه یک معما شده بود. چندین بار منتظم لیلیه به مدیر لیلیه به خاطر بوی زردچوبه، دال چینی، مرچ سیاه، مرچ سرخ
و دیگر ادویه‌های هندی و وطنی که از درز دروازه دریاب خان به بیرون نفوذ می‌کرد و سراسر ساختمان را پر می‌کرد شکایت کرده بود. ولی دریاب در جواب گفته بود که دکتر به خاطر درد معده برایش رژیم خاصی را توصیه کرده و به هیچ وجه نمی‌تواند از آن مصالح بگذرد. و مدیر لیلیه بر سادگیش خندیده بود، چون تمام این داروها و مصالحه‌ها برای مریضان معده در حکم زهر بود. یکی از روزها هنگام درس، وقتی که استاد درباره مطلبی سخن می‌زد، دریاب اعداد را 2 تا 4 تا می‌دید. از تعجب چشمهایش را مالید، علت را نمی‌دانست. تا اینکه ستاره‌ها در روز روشن کم کم چشمش بلبل زدند و از چاوکی به زیر غلتید و بیهوش شد و نقش بر زمین شد. در صف غوغایی برپا شد. آمبولانس به سرعت رسید و دریاب را به شفاخانه رسانید. ساعت بعد همین که دریاب چشم گشود دید که در یک دستش نل رابری سیروم وصل است و دست دیگرش در اختیار دختری بسیار بانمک و زیبا هست که با مهربانی خاصی لابلای انگشتانش را میمالد. دریاب به بالا نظر کرد. چشمش به چشمهای دختر افتاد. چشمهای نه خرد نه کلان، نه آبی نه سبز، چیزی بین آبی و سبز، مثل رنگ آسمان در روزهای بهار، مثل رنگ دریا در روزهای پاییز. دریا مات آن چشمها ماند، چشمهایی که گپ می زدند و می گفتند دریاب نترس، تو جور میشی، آرام بخواب، برای آدم خسته چیزی بهتر از خواب نیست. دریاب آرام آرام به خواب رفت. خود را در آغوش کوههای بلند و دشتهای یخبندان یافت. در آغوش قله‌های تنها و کاهگلی. دختر چشم آبی را کنار خودش یافت. به عنوان زنش، به عنوان مادر کودکانش، به عنوان همدم روزهای خوش و ناخوشش. پدرش را آنسوتر بر سر جای نماز دید که در حقش دعای خیر می کند و کودکانش را در حولی مشاهده کرد که با هم به روی برفها کشتی می گیرند و برف جنگی می کنند. دریاب درگیر آن خواب خوش از ذوق خندید و پرستار از بهبود حال دریاب خوشحال شد. چه فشار مریضی که به کلی پایین افتاده بود لحظه به لحظه بالا می رفت و رفته رفته بهبود می یافت. دریاب 12 ساعت تمام رگ نزد. مثل کودک گهواره غرق در رویاهای خوشی شد. غرق در رویاهایی که فقط از آن کودکان 3 ساله و 4 ساله هستند که با گذشت روزهای کودکی از دست می روند، آهسته آهسته فراموش می شوند. دریاب وقتی چشم گشود دید دخترک بالای سرش نیست. نگران شد، تصور کرد تعلقی از قدیم بین آنها وجود داشته است. هنوز طعم آن خواب خوش دردهایش باقی بود. کنار یک تنور داغ صورت زیبای زنی از فرط حرارت گلگون شده که خمیر را می گسترد و نان پنجه کش و خانگی می پزد. آه چه خواب خوشی که یک لحظه اش به عمری می ارزد. چشمهایش را دوباره بست ولی آن خواب دوباره نیامد. تق تق پاهایش در میز پیچید. نیمخیز شد.
در به آهستگی باز شد و پرستار، همان دختری که در خواب و بیداری دیده بود، سراغش آمد. نبض دریا سست شد. دلش مثل بید لرزید و بر پیشانی‌اش ژاله‌های عرق نمایان گشت. پرستار از حال آشفته دریا به تشویش افتاد. دوباره نبض را گرفت. ضربان قلبش در دقیقه شمار کرد. 1 2 3 10 11 70 80. اوه، چه وضع خطرناکی! حال مریضش دوباره وخیم شده بود. پرستار به سرعت آمپولی در بازوی دریاب تزریق کرد و مقداری شیر در حلقش ریخت. ولی دریاب آهسته آهسته از بوی خوشی که از موها و گریبان دخترک می‌تراوید دماغ خشکش را معطر می‌کرد. به حال آمد. دریاب بی‌دریغ هوای اتاق را می‌بلعید و می‌خواست آن بو را برای سالهای سال در سینه تنگش ذخیره کند. دخترک باز کنار دریاب نشست. دستش را در دست گرفت. پنجه‌های دریاب به لرزه افتاد. پرستار آن پنجه‌ها را به سختی و مهربانی فشرد و دریاب را غرق در لذت کرد. دریاب همواره درباره عشق چیزهایی شنیده بود. ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ در آن لحظه ها عشق اسیر پنجه های لاغر دریاب شده بود. اسیر آن پنجه هایی که هرگز کسی به گرمی و صداقت آنها را نفشرده بود. دریاب پنجه های پرستار را چسبیده بود و نمیخواست به آسانی رهایشان کند. اما پرستار که دید حال مریض به جا آمده، پنجه ها را به آرامی از میان پنجه های دریاب بیرون کشید و از اتاق بیرون شد. 1 ماه به همین منوال گذشت و دریاب من گوش گرفت و مثل اوایل جوانی تر و تازه شد. روز ودا برای دریاب روز سختی بود. زبانی برای حق شناسی نداشت. نمیدانست چگونه از پرستارش قدردانی کند و گبهایش را که چون شعله‌ای از تنور سینه‌اش زبانه میزد در میان بگذارد. با دلی پر و لبریز از گفته‌ها و نگفته‌ها از اتاق خارج شد. پرستار هم در خروجی شفاخانه ایستاده بود. با دریاب دست داد و شکر کرد که خدا به او شفا داده. دریاب که چیزهای ناشیانه و بی ربط و ضبطی تحویل داد که مفهوم چندانی از آن پیدا نبود. ولی پرستار گفت: تو آدم حق شناسی هستی و همینطور آدم نجیبی هستی. ما به خوبی تو مریضهای کمی داشتیم. بسیار خوشحال هستیم که تو در این شفاخانه خوب شدی و با خوشی ترک می‌کنیم. ولی دریاب خداحافظ گفت و از در برآمد. باز لیلیم، باز همان بچه‌ها و باز تحقیر. دریاب از نیش زبان‌های بچه‌های شوخ شهری امان نداشت. شبی تخته به پشت در بسترش افتاد و چشمهایش به راه کشید. قیافه‌های موذی و مزاحم یکایک بچه‌ها در خیالش جان یافتند و دهانه‌های پاره و پرحرفی به صدا در آمدند. دریاب، دریاب، رویت پرچین دریاب، بکست خرجین دریاب، دریاب، دریاب. دریاب به رخسارش دستی کشید، به راستی که در 30 سالگی چین و چروک‌هایی به رویش افتاده بود. چشمش به بکسش افتاد، دید که حق با آنهاست. بکسش بیشتر شبیه خرجین هست. آخر ارزان بی علت و قیمت بی حکمت نیست و او آن بکس را خیلی ارزان خریده بود. بچه‌ها راست می‌گفتند، او به واقع بازیچه بیش نیست. انعکاس قهقهه بچه‌ها پرده‌های گوشش را پاره کرد، با دست‌ها گوش‌هایش را بست، ولی آن صداها 2 چندان شدند و بر مغزش هجوم آوردند. خیال کرد که شقیقه‌هایش از فرط درد
میترکند، تقلای بسیار کرد ولی دستش به چیزی نچسبید. خواست از جا برخیزد و به قصد خودکشی از ارسی به پایین بجهد، اما به خاطر آورد که در دنیا یکی او را دوست دارد و آن یک پدرش هست. آهسته صدا زد: پدر، پدر، پدر جان. به یاد آخرین نامه پدرش افتاد. چه خوش نوشته بود: نور دو دیده ام دریاب جان، به سلامت باشی و خداوند در سفر و حضر پشت پناهت باد. من همیشه در حق دعای خیر می کنم تا به خیر برگردی و چشمان پدر را روشن کنی. از آن پس باور کرد که تنها نیست. باور کرد که کسی قبولش دارد و دوستش دارد. آنگاه قلم را برداشت و نوشت که پدر جان، عرض قدم بوسی تقدیم می کنم و آرزو دارم زودتر از همیشه برای غلامتان کاغذ بنویسید. من جز شما کسی را ندارم. اگر یادم نکنید من میمیرم. در این فرصت باز به یاد بچه ها افتاد. خواست از آنها به پدرش شکوه کند. ولی شرمید و این کار را نکرد. به ناچار از نیلوفر نوشت. از خوبی‌هایش، از فداکاری‌هایش و از محبت‌هایش. وقتی نامه به دست پدرش رسید متعجب شد. خیال کرد که پسرش می‌خواهد با دختر شهری عروسی کند. با عجله نوشت: ارجمند عزیزم، ما قریب ده قریب. هوش کنی پا از گلیمت فراتر دراز نکنی. می‌ترسم دختری شهری که آن همه درباره اش نوشته‌ای نتواند با ما گذاره کند و زیر کار طاقت فرسا بمیرد. در نامه دوم تدبیری به خاطر دریاب رسید و آن که ترجیح داد درباره نیلوفر بسیار و بسیار بنویسد، آنقدر که پدرش بداند دریاب را در آن سوی شهرها نیز کسی دوست دارد. با این کار آتشی دلش فرو نشست و تا حدی آرامش یافت. چندین نامه رد و بدل شد و دریاب آنقدر در سنگرش پافشاری کرد که پدرش تن در داد و نوشت که از خداوند منان برای هر دویتان آرزوی سعادت و خوشبختی دارم. و بدین ترتیب دریاب مشغله‌ای برای تنهایی‌هایش یافت و به هیچ دل خوش کرد. پایان امتحانات یکی از جمعه‌ها باز بچه‌ها به اتاقش هجوم آوردند و بر سر آزارش هم قسم شدند. یکی ترانه دریاب دریاب را خواند. دیگری گفت دریاب به مرغ کور است. مرغ کور و آبی شور. ولی دریاب که خود دنیای دیگر را برایش ساخته بود، بیان که خمی به ابرو بیاورد به آرامی به الماری دست برد و بسته های نامه را کشید و به بچه ها اجازه داد که آنها را بخوانند و از سر سعادتش آگاه شوند. بچه های شوخ نامه ها را تند تند خواندند ولی هیچ کدام را باور نکردند و آنها را هیزم دیگری برای مزاحمت و آزار دریاب تلقی نمودند. باز شر و شور دادند. باز شر و شور و داد و بیداد کردند. اما دریاب هرگز اعتنایی به تحقیر بچه ها نکرد. چون عشق از او آدم دیگری ساخته بود. آدمی پولادین. آدمی مقاوم و بی‌اعتنا به دنیا و مافیا. بچه ها از تغییر دریاب تعجب کردند. دیگر نیشخندها و مزاحمتها کارگر نیفتاد. دریاب هرچه شنید پشت گوش کرد و طرف را چون خسی به هیچ گرفت. چه عجب!
از آن کاه بیمقدار که دستخوش هر بادی بود کوهی استوار و سهمگین درست شده بود. بچه‌ها بعد از مدتی در برابر وقار و متانت دریاب احساس حقارت می‌کردند و می‌دانستند چگونه از سد شخصیت دست نیافتنی‌اش بگذرند. و یکی از دیگرها دریاب به لباسهایش را عوض کرد. و یکی از روزها دریاب لباسهایش را عوض کرد و شاد و خوشحال به عزم تفریح از اتاقش برآمد. جمیل و ناصر و باقی که از روبرو می آمدند با احتیاط پرسیدند: کجا بخیر دریاب خان؟ دریاب متبسم جواب داد: وعده‌دار هستم. ناصر پرسید: با کی؟ دریاب در جواب گفت: با گرلفرند، با معشوقم. دهان آنها از تعجب باز ماند. ناصر که هرگز چنین ادعایی را باور نداشت گفت: حق دریاب خان، درست است که تو دریاب سابق نیستی، مگر قیافت همان قیافه است. بمورد دختری که طرف تو سیل کنم. دریاب خندید و گفت: خدا نکنه، دردش در کوه و صحرا، تو بمیری که کار دیگر را دیده نداری. جمیل گفت: دریاب اگه راست میگی اثبات بکن. دریاب جواب داد: اگر چه مسئله خصوصی است، مگم به کوری چشم حسودان حاضر هستم. صبح ساعت 5 وقت رخصتیش. لب جویدند و تا فردا ساعت 5 از دریا جدا شدند. ساعت موعود دریاب پیشا پیش و بچه ها پیاپیش راهی شفاخانه شدند. دکتران و بیماران و پرستاران و مستخدمین همه از در شفاخانه گروه بیرون می آمدند و دریاب مسافتی دورتر از بچه های لجوج و حسود به چشم انتظار نیلوفر بود. نیلوفر آبی، گلها، نیلوفر خوشخرام و خوشخندان و نیلوفر خوب و مهربان. بالاخره نیلوفر چون گل سرخی در جنگل از دور پیدا شد. دریاب مثل مجسمه بیجان رویش ایستاد و مات آن قد بالا و بلند شد. نیلوفر در چند قدمی به روی دریاب لبخند زد و خوشحال صدا زد: اوه دریاب، چه خوب شد آمدی، مثل این که از مرگ ما بیزار باشی. به سختی از جایش کنده شد. دست نیلوفر را در دست گرفت. نیلوفر سر و پای دریاب را از نظر گذراند و با خوشحالی گفت: نام خدا، چاق شدی. هر دو خندیدند و شانه به شانه هم مسیر پیاده رو را در پیش رو گرفتند. نام خدا، چاق شدی. هر دو خندیدند و شانه به شانه هم مسیر پیاده رو را در پیش گرفتند. دریاب کج و مج راه می رفت و نیلوفر راست و مستقیم. تق تق پای آنها در دل بچه ها چون کوه سنگینی می کرد و همه حسرت سعادت دریاب را می خوردند. ولی دریاب بچه ها را به کلی از یاد برده بود و در کنار نیلوفر از خوشی پرواز می کرد. نیلوفر بنا به عادت همیشگی بسیار گپ زد. قصه های مریض های نورا، قصه دکترهای خوب را، قصه دکتر بدا را و بالاخره قصه خود را که گفت به کارش عشق دارد و میخواد همیشه پرستار بماند. پرستار آدمها، پرستار دلهای آزرده. دل دریا مثل ساعت تک 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 میزد
و می گفت مریض است. ولی نیلوفر آن تک تک ها را نمی شنید و دوای درد بیمار را تشخیص نمی داد. سر 4 راه نیلوفر از دریاب پرسید: خب دریاب، بالاخره نگفتی که امروز با کی کار داشتی؟ دریاب یک بار جتکه خورد. به یاد بچه ها افتاد. به یاد حریفان سنگدل و بیرحمش. جواب داد: امتحانا به آخر رسیدن. من کامیاب شدم. من دکتر شدم. میخواست چیز دیگری بگوید که نیلوفر از فرط شادی جیغ زد و گفت: اوه چه خوب، ما با هم مسلک شدیم. صد حیف که من دکتر نیستم. دلم بسیار میخواست که دکتر شوم، ولی مشکلات زندگی مجال نداد. دریاب گفت: مگم من دکتر سنگ و خاک هستم. دکتر سنگ های سخت و خاک های سیاه. من نبض کوه ها را میبینم و اصل را از سنگ ریزه ها جدا میکنم. من مثل فرهاد کوهکن هستم، یک تیشه و دیگر هیچ. میترسم این تیشه به درد نخوره و یک روز عوض سنگ به فرق خودمون را بزنم. نیلوفر قیافه حیران و متعجبی گرفت و گفت: باز هذیان میگی؟ من نگفتم که تو دیگه ناجور نیستی؟ یک آدم کامل و عالم نباید خود مسخره بکنه. دریاب گفت: من تنها هستم. از تنهایی به تنگ آمده. درد دل مرا هیچ دکتر و پرستار نمیفهمه. حتی که تو که بهترین پرستار دنیاستی. نیلوفر گفت: چرا ازدواج نمیکنی؟ ازدواج داروی درد تنهایی است. دریاب گفت: کسی مرا نمیگیرم. نیلوفر مات ماند و با حیرت گفت: چرا تو بیشک یکی از بهترین مردایی هستی. خود کم نزن. برای مرد کم زدن شرم است. بر مرد کم زدن ننگ است. دریاب پرسید: پس چه کنم؟ نیلوفر گفت: برو برات زندگی بساز، خانه و خانواده بساز. راستی که تنهایی طاقت فرساست. دریاب که طاقتش طاق شده بود گفت: علاجم در دست توست. دستم بگی که غرق میشم. نیلوفر لحظه‌ای به زمین نگریست و بعد به چشمهای دریاب. چشمهای دریاب پر از اشک شده بود و رنگش از خجالت آمیخته با هیجان مثل قوق آتش سرخگون می نمود. دریاب پرسید: چرا گپ نمیزنی؟ میخوایی غرق شوم؟ نیلوفر اشکهایش را پاک کرد و آرام مثل دریای بعد از طوفان جواب داد: دریاب، کار از کار گذشته. من شوهر دارم. دریاب سرد شد مثل مرده گورستان، مثل شبهای زمستان. سپس از تمام گپ‌هایی که گفته بود صمیمانه پوزش خواست. هر دو با ودایی تلخ و اندوهبار از هم جدا شدند و دریاب گفت که فردا کابل را ترک می کند. آنگاه همدیگر را ترک کردند و میان دنیای آنها حفره عمیق دهن باز کرد. فردای آن روز موتر قراضه سرویس لملم جاده خامه‌ای را که از وسط کوه‌ها، دره‌ها، دشت‌ها می‌گذشت طی می‌کرد و دریاب یکی از مسافران بود.
درخت‌های لب جاده شکوفه کرده بودند و بوی بوته‌های باران شسته از میان کشت‌ها برمی‌خاست و دماغ مسافران را تر می‌کرد. دختران دهاتی با چادرهای آبی و پیراهن‌های گلنار گل سنجد دسته می‌کردند. همان گلی که مورد علاقه کفچه مارهاست. دریاب از دریچه موتر آنها را می‌دید و به یاد آن روایت قدیمی افتاد که می‌گفت دختران جوان نباید از زیر درخت پرگل سنجد بگذرند. چه عاشق می‌شوند و عشق ناکامی و درد سر دارد و زهرش چون زهر مار کشنده است. به خود نظر کرد. به یاد نیلوفر افتاد. به یاد نیلوفری که هنوز زهر عشق یا طعم عشق در کامش باقی بود. طعمی هم تلخ و هم شیرین، هم گوارا و هم ناگوار. او خدا، عشق من چیست؟ آب است یا آتش؟ شهد است یا شوکران؟ دریاب میخواست با این حرفا گره از رمز عشق بگشاید و تار عنکبوت غم را پاره کند، ولی دیگر به قول نیلوفر کار از کار گذشته بود. نیلوفر شوهر داشت و او زن نداشت و نتیجه دوری و تنهایی و بیکسی، جوانکی در آخرین ست موتر چنگش را ترنگ ترنگ می نواخت. و بر زخمهای روح دریاب انگشت می زد. بگردد گر حصار از سنگ سازند، رهش را چون دل من تنگ سازد. شکافم قلعه را پیش تو آیم، ز خونم گر جهان رنگ سازم. ولی موتر پیش می رفت و دریاب از نیلوفر فاصله بیشتری می گرفت. جوانک چنگ نواز باز می خواند. تو که نوشم نیی نیشم چرایی، تو که یارم نیی پیشم چرایی، تو که مرهم نیی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. و این صدا را باد به بیرون و درون موتر می پراکند و دریاب را دیوانه تر می کرد و از خستگی خاموش ماند و باز ناله موتر در وسط کوتل پرپیچ و خمی بلند شد. دریاب سرش را به کنار دریچه تکیه داد و به خواب رفت. او در خواب دید نیلوفر را با جامه الوان عروسی بر تخت مراد کنار خودش یافت. بر همان تختی که کشتی نجات آدمی از ناامیدی، از مرگ و از تنهایی است. نیلوفر بر صورت دریاب گل لبخند می پاشید و دریاب بر چشمان نیلوفر برق آرزو می ریخت. بته عمر آنها گل کرده بود و سرانجام دریاب دست نیلوفر را در دست گرفت و از تخت فرود آمد و جانب هجله که منزلگه مراد عاشقان است راهی شد. در این اثنا موترک بریک زد و سر دریاب به آهن سخت سیت پیشرو خورد، مثل اینکه سر دریاب به سنگ لحد خورده باشد. از جا پرید و غرق در عرق به خود آمد. کوهی او دور پیدا بود که نبضش می تپید. خود را فرهاد یافت. فرهاد کوهکن با یک تیشه و دیگر هیچ. لبخند زد و گفت من دکتری هستم که نبض کوه‌ها را می بینم. مرض کوه‌ها را درمان می کنم.
اما کو دکتری که مرض عشق را در من درمان کنه و نسخه شفا بخش بده. دیگه این تیشه به درد نمیخورم. عوض سنگ مغز خود کتیش پاشان میکنم. اما نیلوفر از پشت کوها، از پشت دشتها، از شهری پر غوغا و پر هیاهو، از میان پیاده روها یه شفاخانه که نه قدمگاه آخرین روزهای دیدار آنها بود صدا زد. چرا تو؟ بیچون و چرا یکی از بهترین مرداستی؟ خود کم نزن. بری مرد کم زدن شرم است. بری مرد کم زدن ننگ است.